سلام، توی این ویدیو میخوایم اندیکاتور ویکلی مپ رو معرفی کنیم و اون رو روی چارت متاتریدر 4 و 5 اجرا کنیم. استراتژی ویکلی مپ برای تشخیص سطوح مهم هفتگی در چارت استفاده میشه و همچنین میتونیم از این سطوح به عنوان ناحیه‌های حمایت و مقاومت خیلی مهم در چارت استفاده کنیم. خب اول اندیکاتور رو روی متاتریدر 5 اجرا میکنیم و زوایای مختلف این اندیکاتور رو با همدیگه میبینیم. خب حالا بریم روی متاتریدر 4 اجراش کنیم و عملکردش رو با هم دیگه ببینیم. همونجور که مشاهده میکنید عملکردش روی هر دو پلتفرم یکسانه. برای تهیه این محصول میتونید به وبسایت پروفایننس مراجعه کنید.